إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحیم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. با سلام نو شما را خوش آمدید میگوییم به برنامه نوی قصه پیامبران. شاید یادتان باشد قصه نبی خدا اسحاق علیه السلام را که آنجا گفته بودیم که خداوند به او 2 فرزند عطا کرد. یکی از آنها ایس نام داشت که پدری روم بود و دومی که پس از او بود یعقوب علیه السلام نامش گذاشتند. اما از ذریه ایس ابو روم نبی با نام ایوب علیه السلام آمد. ایوب نیز از فرزندان ابراهیم علیه السلام بود. چنان که گفتیم همه پیامبرانی که بعد از ابراهیم علیه السلام آمدند همگی از فرزندان ابراهیم خلیل بودند علیه السلام. قصه ایوب قصه بزرگی است. هر کی از ما وقتا که ایوب را به یاد آورد صبر را نیز به یاد می آورد. صبر و ایوب به هم نزدیکند. این نبی را که خداوند او را با نعمتها آزمایش کرد، این چنین او را با مصیبتها و بلاها نیز آزمایش کرد. هیچ کسی حتی در تاریخ نیز ذکر نشده است که به مثل ایوب در آزمایش قرار گرفته باشد. خداوند به او نعمتهای زیادی داد. کیشزارها، باغها، میوه‌هایی که ایوب علیه السلام داشت همه از آن آگاه بودند. خداوند به او مال زیادی عطا کرده بود. میوه‌ها، باغها، دختران و درختان و کیشزارها، میوه‌ها، باغها، درختان و کیشزارها را ایوب صاحبی میکرد. خیلی بای بود. خداوند به او زنی صالحه عطا کرده بود. تنها این نبود بلکه کنیزها داشت. یک نبی بای، ثروتمند، یک نبی بای، ثروتمند بود که خداوند به او خیری خواسته بود. این چنین خداوند به او 14 پسر و دختر داد. به این همه خیرها نگرید. انسانیت از این زیادتر دیگر چی میخواهد؟ شهری آرام و پاک و پروردگاری بخشاینده. نبی از انبیای خدا، نبی از انبیای خدا. زن، پسران و دختران، مال و ملک، زراعتها، خادمان و همه اینها با همراهی عملهای صالح که به او بخشیده شده بود. در چی نعمتی بود ایوب علیه السلام. ناگهان بلا به این نبی فرود آمد. در این برنامه درباره آن بلای سخن میگوییم که این نبی گرفتار شده بود. چی بلا بود؟ و ایوب علیه السلام چگونه رفتار کرد به این بلایی که گرفتار شده بود؟ بلای بزرگی. آن چیزی که به این نبی فرود آمده بود کسی چنین بلا را ندیده بود. بلا به مریضی که به بدنش اصابت کرده بود شروع شد. حتی که در جاگه افتاد، فرزندانش را یکی پی دیگری از دست میداد. همه اموالش نابود شد. کجاست آن ثروت؟ کجاست آن میوه ها و آن درختان؟ آن مال و ملک کجا شد؟ همه نابود شد. یکی پی دیگری. سبحان الله. انسان چگونه مالش را ناگهان از دست میدهد و فرزندانش را با چنین سرعت از دست میدهد و چیزی از این دنیا برایش نماند. حتی که خدمتگارانش که به او خدمت میکردند او را یکی یکی ترک کردند. خداوند این نبی را به بلای آزمایش کرد. چگونه است قصه آزمایشش؟ و این نبی به این بلاهای بزرگی که گرفتار شده بود چگونه رفتار کرد؟ ایوب علیه السلام به این گونه بلاها آماده بود، زیرا او نبی است. آماده بود. چی رخ می‌دهد؟ او در دلش ایمان داشت که ایمان همیشه با خود بلاها دارد. آیا انسان گمان میکند که ایمان دارد و خداوند او را آزمایش نمیکند؟ این آزمایش حتما شدنی است اگر چنده که انسان نبی هم باشد. قصص نور قصص قصص نور قصص. بیماری ایوب علیه السلام شدیدتر شد حتی که بستری شد. هیچ جایی از بدنش را تکان دادن نمیتوانست بجز زبانش را که با آن خدا را ذکر میکرد. چگونه بلایی بود این؟ با گذشت هر زمانی از مرگ فرزندش میشنید.
اگر یکی از ما را فرزندش وفات کند او طاقت کرده نمیتواند. پس چگونه است حال کسی که فرزندانش پی هم میمیرند؟ این حادثه ها را ما تنها میشنویم و میبینیم و تحت تاثیر قرار میگیریم، لیکن اگر انسان خود در چنین حیات به سر ببرد، یعنی بیمار و بستری شود و هر روز خبری مرگ یکی از فرزندانش آید تا آن دم که فرزندانش همگی وفات کنند، 14 پسر و دختر، هیچ یکی از آنها نماند، اما مالهایش را باشد کم کم از دست داد، حتی که از دنیا برایش چیزی نماند مگر همسرش که خدمت او را میکرد، مگر زنش که به او طعام می آورد، نشاکی می آورد تا که بخورد و بنوشد. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. بعد از اینکه ثروتمند بود تمام مالهایش را از دست داد. اگر انسان در اصل فقیر باشد این چیزی نیست، اما وقتی که ثروتمند و محترم باشد و تمام آن را از دست بدهد. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. نه تنها مالها بلکه فرزندانش را پی هم از دست داد. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. چند سال او در بستری بیماری بود و همه دارایی‌اش را از دست داد. 18 سال او در چنین حالت بود. این چگونه صبری بود که در ایوب علیه السلام است. وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. ما همه فرزندانمان، مالهایمان و هر آن چیزی که داریم همگی از خدای ذوالجلال است. پس این طور باشد بی‌صبری چرا؟ ایوب علیه السلام بهترین الگوست در صبر. همیشه خدا را یاد میکرد. نعم العبد إنه أواب كان رجلا. مردی با صبری بود، نبی صابری بود، هیچگاه افسوس نمیخورد، هیچگاه غمگین نمیشد. زنش باشد برای مردم کار میکرد و یک چند درهم جمع آوری میکرد و طعام میخرید و او را میخورانید. زنی عزیزی بود، زنی بود که طول حیاتش با عزت و آبرو و ثروتمند و فرزندان زیادی در گرد و اطرافش بود، خدمتگاران، بایگری، پول و مال، ولی اکنون هیچ چیزی ندارد. اکنون خود خادم مردم است. روزی از روزها آن زنی صالحه پرهیزگار نزد ایوب علیه السلام آمده گفت: ای ایوب، تو نبی هستی که خداوند دعایت را مستجاب میکند، خدا را دعا کن تا شفایت بدهد. ایوب به سویش نگاه کرد و هیچ پروایی دردش را نداشت. گفت: ای فلانی، پیش از بیماریم چند سال در امن و آسایش بودم. گفت: 70 سال. وقتا که بیمار شدی 70 ساله بودی. گفت: خداوند مرا 70 سال نعمت داد، آیا حق ندارم که 70 سال دیگر صبر کنم؟ إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. این چی صبری بود در ایوب علیه السلام؟ راست از چنانه که گفتند وقتی که درباره صبر سخن کنند تنها ایوب علیه السلام را به یاد می آورند. برای او صبری بزرگی داده شده بود. در بستری خواب بدنش تیکه تیکه شده بود. یاران و نزدیکانش او را ترک کرده بودند. هیچ کسی در نزدش نمی ایستاد. مردم می ترسیدند که بیماریش به آنها سرایت نکند، به او نزدیک نمی شدند. بیماریش چنان سخت بود که جسمش تیکه تیکه شده بود. گوشت ها می ریختند، بوی از آن می برآمد. مردم با او نزدیک نمی شد. یا الله، تصور کنید اگر انسان بیماری بستری شود 1 یا 2 هفته بی‌طاقت می شود. کجا می ماند 18 سال که همه فرزندان و تمام مالش را از دست داده؟ زنش رفته برای مردم کار می کرد روزی از روزها تا اینکه طعام برای ایوب علیه السلام بیارد.
لیکن او را از خانه ها می راندند. یکی او را پیش می کرد، دیگری کارش نمی داد و یکی او را نمی ماند که کار کند و آن دیگری حتی در را نمی کشاد. چی شده است؟ چی می گذرد اینجا؟ اکنون چگونه این زن شوهرش را طعام می دهد؟ ایوب علیه السلام چی می خورد؟ این زن صالحه چی کار می کند؟ در زمان آنها موی سر فروخته می شد. آن زن مویش را کوتاه کرد، سپس آن را با چندین درهم فروخت. سپس با آن درهم ها طعام خرید و به ایوب علیه السلام آورد. ایوب علیه السلام می دانست که او را مردم پیش کردند، با او کار ندادند. ایوب علیه السلام به او گفت: ای فلانی، آیا نگفته بودی که مردم به من کار ندادند؟ گفت: آره ای نبی خدا، این طعام را بخور، سپس برایت میگویم که چی رخ داد. با او گفت: نه، قسم بر خدا نمیخورم. با من بگو چی رخ داد. با من بگو اینجا چی میگذرد. از کجا این طعام را آوردی؟ گفت: بخور ای نبی خدا، تو گرسنه ای، بخور تا که نمیری، تو بیمار هستی. با او گفت: نمیخورم مگر اینکه بگویی چی شده است. او زنی راستگو بود. با او گفت: من موی سرم را بریده فروختم. روی مالش را گرفت و ایوب علیه السلام دید که مویش را بریده است تا اینکه بفروشد و با او طعام بیارد. اینجا بود که کار بجای رسید. اینجا بود ایوب علیه السلام قیمت صبر و بزرگی را رسید. اینجا ایوب علیه السلام پروردگارش را دعا کرد و گفت: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. حتی که دعایش با اسلوب شکایت نبود و یک باره طلب نکرد، بلکه گفت: پروردگارا، به من رنجی رسیده است و تو بهترینی رحم کنندگانی. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ایوب علیه السلام طول این سالها صبر کرد، اما وقتی که دید زنش به چنین روز رسیده است، اینجا شکایتش را به خدا کرد. اینجا غمش را به خدای ذوالجلال گفت. سخت‌ترین بلاها را پیامبران می‌بینند، سپس مثل آنها و مثلشان. انسان را به اندازه دینش امتحان می‌کنند. کدامی از ما این را حتی تصور کرده می‌تواند؟ یک یا دو یا سه روز نه، و یا یک یا دو یا سه سال هم نه، بلکه 18 سال در بستری بیماری. زنش که زنی دارا و با آبرو بود، خدمتگاری مردم گشت. همه فرزندانش را از دست داد. کجاست آن خانه؟ کجاست آن خانه پر از دختران و پسران؟ کجاست آن فرزندانی که منتظر بزرگ شدن آنها بود تا اینکه آنها را خدمت کنند؟ چی رخ داد؟ چرا خانه خالی شد؟ کجاست مالهایم؟ کجاست خدمتگارانم؟ لیکن این حق است. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم، آره، هر کسی که صبر کرد خداوند البته او را نجات می‌دهد. لیکن بلا بزرگ است، لیکن رنج طول کشید 18 سال و او بستری بود. چی بلایی است این؟ ایوب به این همه چگونه صبر کرد؟ چگونه انسان فرزندش را یکی پی دیگری از دست می دهد، همه مالش را نیست، و سپس بستری می گردد؟ این ایوب است و آن هم صبر او که مسئله است برای ما. علیه الصلاة والسلام. علیه الصلاة والسلام. قصص نور قصص، قصص نور قصص.
ایوب علیه السلام دو برادر داشت. روزی از روزها آنها به خانه ایوب علیه السلام در آمدند و او در بستری بیماری بود. درد و بیماریش دوچند شده بود. از بوی آن کسل به او نزدیک نمی شدند. یکی از آنها به دیگری گفت و ایوب علیه السلام هر دوی آنها را می شنید. خداوند از ایوب یگان گناه عظیمی را دیده است که او را با چنین بلا گرفتار کرده است. ایوب علیه السلام این را از آنها شنید. ای کاش نمی شنید. رو به سوی خدا کرد و گفت خداوندا اگر تو می دانی که من سیر نمی گشتم وقتا که می دانستم روی زمین یکی گرسنه باشد، پس مرا تصدیق کن. خداوند او را تصدیق کرد. آنها می شنیدند. سپس گفت خداوندا اگر تو می دانی که من با دو لباس نمی گشتم، اگر می دانستم که یکی اوریان باشد در روی زمین، مرا تصدیق کن. آنی که در آسمان است او را تصدیق کرد. بلا به ایوب علیه السلام سخت‌تر شد و این سخنها را از نزدیکترین کسانش میشنوند. رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. با دلش به سوی آسمان روی آورد و خداوند او را تصدیق کرد و برادرانش این را می شنیدند، اینکه خداوند سخنان ایوب علیه السلام را تصدیق کرد. هیچگاه سیر نمی گشت وقتا که می دانست که گرسنه در روی زمین هست و هیچگاه خود را با دو لباس نمی پوشانید وقتی که می دید که کسی عریان است، زیرا او ایوب است. بلا برای او سخت‌تر میشد. این بیماریش 18 سال دوام کرد. همیشه زبانش با ذکر خدا مشغول بود. چون این امتحان سختی به ایوب علیه السلام بود. وقتا که قضای حاجت کردنی میشد زنش به او کمک میکرد. روزی خاص قضای حاجت کند زنش را نیافت. او را نیافت. خیلی ضیق شد. دلش تنگ شد. نزدیکانش او را ترک کرده بودند. دوستانش او را ترک کرده بودند. 18 سال او در چنین حالت قرار داشت. چی غمی بود که به ایوب علیه السلام آمد. این چی بلا بود که این قدر طول کشید. 18 سال او در چنین حالت بود و زبانش هیچگاه از ذکر خدا کنده نبود. در بستر بیماری خداوند را دعا کرد. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. تصور کنید که ایوب علیه السلام چگونه با وجود طول کشیدن بلا و غمگینی سخت و دلتنگی میگوید خداوندا تو بهترین رحم کنندگانی. هیچگاه بی‌طاقتی و ملال نمیشد. این همان غم است که به پیامبری از پیامبران خداوند نازل شده. روزی از روزها در خانه در بستر بیماریش بود. خداوند ذوالجلال به ایوب علیه السلام وحی فرستاد. ای ایوب زمانی خلاصی از این بلا رسید. آن لحظه ای که طول این سالها منتظرش بودی رسید. ای ایوب اکنون خلاصی از این بلا شروع می شود. پایهایت را تکان بده. تکان بده پایهایت را ای ایوب. این هنگام با دو پایش به زمین زد. با پایش به زمین زد و آب از زیر پایش بیرون آمد. اركض برجلك هذا مغتسل بارد. و این هنگام ایوب علیه السلام با دو پایش به زمین میزد و آب از آنجا میبرآمد. آب از زیر پایش در درون خانه اش میبرآمد. آب زیاد شدن میگرفت. آبی مبارکی بود. ای ایوب با آن آب بازی کن. وقتا که ایوب علیه السلام به آن آب بازی کرد آن همه دردش دور شد. سپس از آن آب بنوش ای ایوب. کمی از آن بنوش. ایوب علیه السلام از آن آب نوشید. می نوشید و می نوشید. وقتا که آب بازی کرد آن دردهای بیرونش دور شد. و وقتا که از آن آب نوشید آن همه دردهای داخلیش دور شد. اركض برجلك هذا مغتسل بارد. هذا مغتسل بارد و شراب. ایوب علیه السلام می نوشید و می نوشید و آن دردهایی که 18 سال دوام کرده بود به یک لحظه از او دور شد.
این است آن خداوند ذوالجلال. وإذا مرضت فهو يشفين. شفا از جانب خدای ذوالجلال آمد. ایوب علیه السلام در حرکت در آمد. آیا می دانید که چی شد؟ خداوند تنصیحتی و عافیت بلکه جوانی او را دوم باره برگرداند. ایوب علیه السلام دوم باره جوان شد. زیباییش برگردانیده شد. قوتش، تواناییش برگردانیده شد. از جایش خیست، به حرکت در آمد. الله اکبر. این چه امتحانی بود که ایوب علیه السلام پسی سر کرد. زنش به خانه نزد او در آمد. بسترش را میکافت. شوهرش را ندید. کجاست شوهرم؟ کی او را گرفته است؟ کجاست شوهرم؟ با او چی شده باشد؟ آیا حیوان در آمده او را خورده است؟ یا دزدان در آمده او را کشته باشند؟ چی روی داده باشد؟ خانه را چپ و راست میکافت. کجاست شوهرم؟ یک جوانی با قوت و زیبایی را یافت که به ایوب علیه السلام مانند بود. از او پرسید: ای فلانی، آیا نبی خدا را که به بلای گرفتار شده بود ندیدی؟ قسم به خدا که تو با او بسیار مانند هستی. ایوب علیه السلام خندید و گفت: ای فلانی، من ایوب هستم، من شوهرت هستم. گفت: آیا مرا مسخره میکنی ای بنده خدا؟ با من شوخی میکنی؟ تو را از نبی خدا میپرسم و تو میگویی که منم؟ گفت: قسم به خدا که منم، همان ایوب هستم. من ایوبم. دید که مثل جوانی های ایوب است. از خوشحالی گریان شد. گفت: این چی گونه رخ داد؟ کی سلامتی تو را بازگرداند؟ کی عافیتی تو را بازگرداند؟ گفت: الله ذوالجلال برگرداند. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. تنها این نبود، بلکه خداوند را دعا کرد و آن زنی پیرش را نیز جوان کرد، جوان و سالم. ای الله، چی بلاهایی بود که اکنون دور شدند، چی مصیبتی بود بر سر ایوب علیه السلام که گذشت. صبر کرد بر این همه و خداوند او را نجات داد و او جوانی و سلامتیش را برگرداند و زنش را نیز جوان و سالم گردانید. تنها این نبود، و این عطاها نگرید چگونه سر میزنند. خداوند به او پسران داد مثل همان پسرانش، دختران داد مثل همان دخترانش، مثل همانها با همان شکل و همان عددی که فرزند داشت. تنها این نبود، آن باغهایی که از دست رفته بود و آن مالهایی که نیست شده بودند و آن خدمتگارانی که رفته بودند، خداوند همه را دوم باره برگرداند. بلکه طلا از آسمان مثل ملخ میریخت و ایوب علیه السلام آنها را جمع میکرد و خداوند به او میگفت: ای ایوب، تو این کار را میکنی؟ گفت: این همه ثروت از جانب توست ای پروردگار. این همه ثروت از جانب توست ای پروردگار. و ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. تنها نظر باقی مانده بود که ایوب علیه السلام نظر کرده بود. و چی نظر کرد؟ و یاد دارید وقتی که گفته بودیم که او نظر کرد اگر خداوند به او شفا دهد زنش را صد چوب میزند. اکنون وقتی وفایی به آن نظر رسیده است، چی میکنی ای ایوب؟ خداوند به او وحی فرستاده گفت: به دستت یک چند چوبچه های خرد را بگیر، 100 چوبچه را جمع کن و آنها را به هم ببند و به آن زنت را آهستک یک بار بزن و با این آن قسمت ادا می شود ای ایوب. و خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. این ایوب علیه السلام است.
صبر کرد و خداوند او را نجات داد. بلاها طول کشید. 18 سال مردم او را ترک کرد. دوستان و نزدیکانش او را تهمت کردند. لیکن این کشایشی بود که خداوند او را پس از صبر گذاشتند. چرا خداوند با ایوب علیه السلام چنین کرد؟ زیرا ما او را صبور دیدیم، بنده نیک و بدرستی که او به سوی خداوند برگردنده بود. این هم صبر و آن هم نتیجهش. و اینجا صفحه از صفحه های انبیا را می پوشیم. ایوب علیه السلام که خداوند او را مثال صبر قرار داده است و صبر کلید همه کشایش هاست. قصص نور قصص